سلام بینندگان گرامی، برنامه خبری پیام نیوز است. در استودیو با شما شهرت رحمت الله. سرخط مهمترین خبرهای روز. آیا مدت خدمت حربی در تاجیکستان 1.5 سال می شود؟ در هجرت خانوادگی به سوریه کی بیشتر گناهکار است؟ مهاجران یا حکومت؟ شبوش جزایی که در حکم قاضی نبود. ورزشگران امریکایی در ریو هجامه کرده اند. رسا 10 سال قبل 9 август سال 2006 اساسگزار صلح و وحدت تاجیکان استاد سید عبدالله نوری جام شهادت نوشید. او در اثر یک بیماری طولانی که با اعتراف اکثر طبیبان پس از نوشیدن زهر پدید آمده است با خالق خویش پیوست. استاد سید عبدالله نوری که پایه‌گذار حرکت نهضت جوانان مسلمان در سال 1973 بود، پس از آغاز جنگ شهروندی به افغانستان هجرت کرد. او زمان به صلح با رژیم رحمان راضی شد که ارتش نهضت در دروازه های دوشنبه قرار داشت و برای شکست دادن رژیم همگی چند روز کافی بود. استاد سید عبدالله نوری با وجود خیانت های زیاد رژیم به صلح و وحدت هرگز راضی نشد دست به اعتراض زند و آرامی و آسودگی کشور را به همه چیز ترجیح داد. وزارت دفاع تاجیکستان در چهارچوب اصلاحات در بخش نظامی به حکومت کشور پیشنهاد کرده است که مدت خدمت سربازان در ارتش از 2 سال فعلی تا به 1.5 سال کاهش یابد. فریدون محمدعلی زاده سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان روز 9 август به رسانه‌ها گفته است این پیشنهاد در حال بررسی است و تصمیم نهایی را حکومت و پارلمان خواهند گرفت. وزارت دفاع به قانون عهدهداری‌های عمومی حتمی و خدمت حربی تغییرات علاوه‌ها پیشنهاد کرده است که پایین بردن مهلت خدمت حربی از 2 سال تا 1.5 سال از جمله آنهاست. حالا این پیشنهاد در وزارت و اداره‌های تاجیکستان بررسی شده و سپس به پارلمان ارسال می شود. پیشنهادها درباره کاهش دادن مهلت خدمت سربازی در حال است که چند سال اخیر نگرانی‌ها از موردهای زیاد خشونت سربازان در ارتش تاجیکستان و از طریق ابله یا جلب اجباری به خدمت جلب کردن جوانان زیاد نشر می شود. با توجه به این مشکل اکثر جوانان سین خدمت سربازی از رفتن به خدمت حربی خودداری می کنند و بعد ختم مکتب میانه راه سوی مهاجرت پیش می گیرند. گفته می شود خدمت حربی هم به بیزنس یک گروه معین تبدیل شده است که سالانه از آن میلیون‌ها دلار درآمد می گیرند. عملیات پیوندسازی جگر و گرده در تاجیکستان افزایش یافته. طبق آمار رسمی در 6 ماه سال جاری 200 حالت به قید گرفته شده است. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان خبر می‌دهد که در 6 ماه سال جاری 473 عملیات‌های جراحی در دل و رگ‌ها، 576 عملیات انگیوگرافیا و 181 عملیات استنت‌گذاری، اینچنین در مؤسسه‌های طبی مملکت به 67 نفر بیماران عملیات‌های جراحی عوض نمودن بوغم و بوغم صنعی انجام داده شده اند. عملیات پیوندسازی جگر و گرده در تاجیکستان سالهای اخیر گسترده تر شده است. قبلا بیماران برای انجام این معالجه به خارج از کشور می رفتند. با ادعای مقامات کشور حدود زیاده از 1000 شهروند تاجیکستان عبارت از مردان و همسران و حتی دختران در سوریه و عراق قرار دارند. تعداد رسمی این اشخاص 1046 نفر گفته می شود. در این رویخط ولایت سوخت مقام پیشصفی را دارد. از 73 عائله 80 همسر و 32 دختری جوان. ختلان 43 عائله 47 زن 23 دختری جوان. شهر دوشنبه 7 عائله 9 زن و 2 دختری جوان. رودکی 8 عائله 14 زن و 2 دختری جوان. شهر نو 5 عائله 5 نفر زن 4 دختر. حصار از 1 عائله 1 نفر زن. رشت از 4 عائله 7 نفر زن به کشورهای درگیر جنگ کوچ بسته اند. ضمن نشست مطبوعاتی کمیته کار با زنان سبب‌های به جلب زنان و دختران در وابسته بودن آنها در عائله از برادر و پدر شرح داده شد. ایدگل قاسم زاده رئیس کمیته مذکور گفت اکثریت زنانی که با عائله هایشان امروز در عراق و سوریه قرار دارند در محیط عائلوی حقوق مستقل نداشتند و ندارند. پیشگیری از این خطر در آموزش است. زنان باید که از مکتب میانه در فکر آینده خوب باشند. با وجود نظارت شدید و پیاده کردن برنامه‌های مبارزه با تروریسم، استفاده از راه‌های فهماندهی با اصول خانه به خانه و غیره نتیجه دلخواه نداده است. برعکس همگی چند ماه پیش از این وزیر کارهای داخلی تعدادی به سوریه و عراق رفتگان را 600 نفر رقم میزد و میگفت که از این نزدیک به 300 نفرشان کشته شده اند. اکنون میبینیم که این رقم از 1000 گذشته است.
در محبس‌های تاجیکستان جزایی هست که محبوسان از آن شبانه روزی اذیت می‌کشند. این جزا در یگان قانون یا حکم پیش بینی نشده است و در اکثر کشورها چون شکنجه شناخته شده است. اما در تاجیکستان آن پرره عملی می‌شود و کسی در صدد منع آن نیست. این جزا شبوش‌های بیشماری محبس‌ها می‌باشند که محبوسان از دست آنها به داد آمده‌اند. زوجه یکی از محبوسان گفت شوهرش به او تهپوش سفیدش را فرستاده است که از اثر خون پرره سرخ شده است. این خانم میگوید شوهرش از او خواسته است من بعد تهپوش‌های سیاه برایش فرستد. محبوسان برای کمتر کردن درد و خارش از گزیدن شبوش داروهای کرخ کننده فرموده‌اند. آنها میگویند از بیخوابی سخت اذیت میکشند و با استفاده از داروهای کرخ کننده میخواهند ساعت بخوابند. منتخب فوتبال نورسان تاجیکستان در مسابقه نوبتی جام پرزیدنت قزاقستان که از 8 تا 13 آگوست در چیمکن دایر می‌گردد، در بازی اولی خود روز گذشته تیم روسیه را با حساب کلان 6-0 مغلوب ساخت. اما قوه آزمایی فوتبالبازان تاجیک با تیم آذربایجان که امروز 9 آگوست برگزار شد با حساب 2-2 خاتمه یافت. روز 11 آگوست تیم نورسان تاجیکستان با یک کچین نورسان ایران وارد رقابت می‌شود. مبلغ مکافات پولی مسابقه $20,000 ایالات متحده آمریکا را تشکیل داده. غالب مسابقه با جام پرزیدنت قزاقستان و $10,000 دسته زینه دوم با $6,000 و دسته مقام سوم با $4,000 ایالات متحده آمریکا قدردانی می شوند. اکنون مختصر از رویدادهای جهان و منطقه. دیروز 8 آگوست از پی یک حمله مرگبار بالای بیمارستان کویتی پاکستان دست کم 70 نفر کشته و بیش از 112 نفر دیگر مجروح شدند. تا حال دو تشکل تروریستی گروهی وابسته به طالبان جماعت الاحرار و گروه دولت اسلامی ادعا کردند که این حمله کار دست آنهاست. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در رابطه با این حمله تروریستی به سروزیر این کشور نواز شریف برقیه تسلیت ارسال کرده است. از مقامات دفاعی افغانستان خبر دادند که مسکو به کابل برای مبارزه با رزمندگان سازمان‌های طالبان و دولت اسلامی مهمات جنگی و اسلحه‌ای آتشفشان می‌فرستد. افغانستان از روسیه خواستار به طور رایگان فرستاندن چرخبال‌های می 35 گشته است، اما روسیه گفته است که این همکاری را تنها از نگاه تجارتی به راه خواهد ماند و برای به طور رایگان فرستادن این تکنیک جنگی گرانبها آماده نیست. مسئولین نظارت مسابقات المپی که در ریو دی ژانیروی برزیل برگزار می شود در بدن ورزشکاران آمریکایی داغ‌های را مشاهده کردند که باعث شبهه ایشان شد. بعد تفتیش معلوم گشت که این داغ‌ها از حجامه بوده است. این داغ‌ها در تن مایکل فلپس شناور آمریکایی هم که یگانه قهرمان 19 کرته المپی در تاریخ ورزش است دیده می شوند. حجامه یکی از سنت‌های پیامبر اسلام است که در سنت نبوی بالایش زیاد تاکید شده است. شرح بیشتر را درباره حجامه ورزشکاران آمریکایی فردا صبح در سامانه پیام نت بخوانید. با همین برنامه خبری پیام نیوز به آخر رسید. با ما باشید. خیر تا روز دیگر. خدا حافظ.